قرائت شاهاصر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار ششم. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. ساخت جماعت ابتدایی و زوال آن در سرزمین آسیای میانه. کلمه ایرانی کشتره و هندی کشتره حاکمیت، حکمرانی، پادشاهی نیز با این علاقه دارد. ترتیبات حاکمیت این قبیل پیشوایان بعدتر پادشاهان مثل بعضی دیگر سازمان‌های اداروی قبیله‌های هندوان و ایرانیان قدیم از جهت پیدایش به عهد آری رفته می رسد. نزدیکی و یگانگی اجداد قبیله‌های گوناگون ایرانی قدیم از نام عمومی آنها آریا نیز پیداست. این نام چی در متن‌های قدیم ایرانی و هندی و چی در سرچشمه‌های دیگر به طور وسیع کار فرموده شده است. ایرانی امروزه هم از همین نام، یعنی از شکل قدیمی آریانم، کشوری آریانا، به وجود آمده است. کلمه هندی آریاورتا، کشوری آریانا، هندوستانی شمالی یا یک قسم آن با مرکزی بین نهرهای جمنا و گنگه، یعنی از قدیمترین مرکزهای آریایی های هندوستان، اصطلاح اوستایی ایریانم ویجه، پهنای آریانا، دیاری افسانوی ایرانیان، نامی یک قطار قبیله و گروه های قبیلوی ایرانی، قبیله میدی اریزانت ها، اینن قبیله آریان، قبیله سرمتی آری، اتحادیه قبیلوی اللان ها، نام اصلی اسیتین ها در حماسه قدیمه آنها که از کلمه ایرانی آریانا است و امثال اینها نیز به همین نام نسبت پیدا کردند. همین طریقه مدرک های زبان هندی و ایرانی که از یک منبع عمومی پیدا شدن این زبان ها را نشان می دهند، شباهت و قرابت عمیق در دین و مدنیت، تشکیلات اجتماعی و سیاسی، خواجگیداری و طرز زندگی طایفه های ایرانی و هندی در سرگه تاریخ خطی آنها و نهایت نام اصلی یگانه هر دو طایفه به عمومیت اجداد ایرانیان و هندوان در عهد آری دلالت می کنند. پس وحدت هندو ایرانی نه فقط یک حادثه زبانی بلکه وحدت واقعی تاریخی است که در یک دوره معین و در یک سرزمین موجودیت خود را نگاه داشته است. در این دوره با توسط ترقیات خواجگی و اجتماعی پهنشوی طایفه های آریایی به دیگر محل ها شروع شده، باعث به ایرانیان و هندو آریایی ها جدا شده رفتن آنها گردید. راه های کوچیش طایفه های هندو ایرانی و کمپلکس های ارخئولوژی آسیای میانه. طایفه های هندو ایرانی تا زمانی از هم جدا شدن خود در کجا سکونت داشتند؟ کی و با کدامین راه ها کوچیدن از محل های اصلی گذشتگان این و یا آن طایفه های ایرانی و هندو آریایی به عمل آمد؟ دانشمندان به این سوالها جوابهای مختلف دادند. دایی به این مسئله در علم عقیده های گوناگون به وجود آمدند، ولی عقیده نسبتاً معمول
و به حقیقت نزدیک آن است که اجداد طایفه های مختلف هند و ایرانی تا زمانی از هم جدا شوی در سرزمین آسیای میانه و ناحیه های هم حدود آن زندگی بسر برده، سپس یک گروه هند و آریایی از اینجا به هندوستان کوچیده است و گروه دیگر در آسیای پیش مسکن گرفته. تقریباً در میانه های هزاره دوی پیش از میلاد آثار نطق و مدنیت خود را باقی گذاشته است. همچنین طایفه های ایرانی اجداد میدی ها، فارس ها و غیره به سمت ایران غربی حرکت کرده در آنجا سکونت اختیار نمودند. چنین نقطه نظر را اکثر مورخان و دانشمندان زبانهای ایرانی طرفداری می کنند. در بین باستانشناسان سویتی هم این عقیده برتری کامل دارد. آنها عادتاً آریایی ها و ایرانی ها را اهل مدنیت اندرانی و یا دشتی آسیای میانه عهد برنجی می شمارند. برنشتم، تلستوف، ایتینه، زدنپروفسکی، کوزمینه، مندلشتم و دیگران. مطابق دیگر نقطه نظر، اهالی زراعتکار جنوب و غربی آسیای میانه و ناحیه های همجوار ایران و افغانستان نیز هنوز از هزاره 3 پیش از میلاد و یا از نیمه دوم آن به قوم آریایی داخل می شدند. تلستوف، مسون، دیاکنف، گانکوفسکی و دیگران. ولی در برابر این عقیده های دیگر هم موجودند. مثلا بعضی ها چنین میپندارند که طایفه های ایرانی اجداد میدی ها، فارس ها و دیگر خلق های غربی ایرانی نه از شرق یعنی از آسیای میانه بلکه از شمال به واسطه کاوکاز به سرزمین ایران وارد گردیدند. خیوسینگ، کینیگ، گیرشمن، گرانتوفسکی. بر طبق چنین ملاحظه آنها اظهار عقیده می نمایند که در هزاره 2 پیش از میلاد طایفه های ایرانی یا قسم آنها در جنوب و شرق اروپا عمر بسر بردند. در این مورد هم معتقدند که قسم دیگری طایفه های ایرانی آن وقتها در آسیای میانه و ناحیه های همسایه شمالی آن سکونت داشته گذشتگان هند و آریایی ها به هندوستان از آسیای میانه آمدند. اما چندی از عالمان دیگر عقیده دارند که گویا طایفه های ایرانی از طرف کاوکاز و ایران آمده، سپس از همین جا به محل های جنوبی نزد اورال و دیگر ولایت های آسیای میانه رفتند. التخیل، یترمر. گروه آریایی های در هزاره 2 پیش از میلاد به آسیای پیش راه یافته را هم اکثر وقت از کاوکاز می گذراندند. با وجود این همان یک عقیده که دیگر طایفه های آریایی اجداد ایرانی ها و هند و آریایی ها تا زمانی به دیگر کشورها کوچیدنشان در آسیای میانه و محل های همسایه آن یک جایه میزیستند غالباً تأکید می‌یابد. در چنین حالت به هندوستان رفتن اجداد هند و آریایی ها را به نیمه دوم یا عصرهای آخری هزاره 2 پیش از میلاد نسبت می‌دهند. متخصصان باشند سنه ریگوید را قریبی عصرهای 12 پیش از میلاد حساب می‌کنند. بعضی محققان از روی عقیده با راه کاوکاز به آسیای پیش رفتنی آریایی ها به خلاصه آمدند که محض همین ها نیاگان آریایی های هندوستان می باشند. آنها پس از آن که قریبی های عصر 12 پیش از میلاد از ولایت های آسیای پیش تنگ کرده برآورده شدند، راه هندوستان را پیش گرفتند. در عین زمان قضیه پیشنهاد می شود که موافق آن معلومات و مدرک‌های ارخئولوژی در عصرهای آخری هزاره 2 پیش از میلاد تقریباً عصرهای 12 پیش از میلاد از آسیای پیش به ماورای کاوکاز
به واسطه ایران به طرف هندوستان حرکت کردن اجداد آریایی های ویدی را گواهی می دهند. ساخت جماعت ابتدایی و زوال آن در سرزمین آسیای میانه. باز یک نقطه نظری تماما فرق کننده است که در اساس آن به هندوستان ساکن شدن طایفه های آریایی به زمانهای قدیمترین یعنی به هزاره 3 پیش از میلاد رفته می رسد. این عقیده با تاریخ گذاری پیشینه ریگویدا که آن را به دوره های قبل از هزاره 2 پیش از میلاد نسبت داده اند و حالا هم بعضی دانشمندان هند این را قبول دارند مربوط است. در واقع این یادگاری قدیمه ادبیات دینی آریایی در هندوستان تقریبا در حدود پنجاب و سرگه جمنه و گنگه به وجود آمده است. به مناسبت در وادی هند و ناحیه های نزدیک آن کشف گردیدن مدنیت خرپا موهنجو دارو که در نیمه دوم هزاره 3 و عصرهای اول هزاره 2 پیش از میلاد وجود داشته است، گمانی بعضی آریمان باز هم قوی تر گردید که آریایی ها هنوز در همان وقتها به هندوستان مسکن کردند و این مدنیت از آن هاست. علاوه بر این حتی چنین پنداری هم هست که گویا ریگویدا از مدنیت خرپا قدیم تر باشد. همین طریقه چنان که می‌بینیم درباره محل‌های اصلی اقامت طایفه‌های آریایی در خصوص زمان و راه‌های به دیگر کشورها کوچیدن آنها نقطه نظر و عقیده‌های خیلی گوناگون پیدا شده‌اند. ولی از این چنین بر نمی آید که برای حل معمای آریان یگان اساسی باوری بخش نباشد. برعکس معلومات و مدرک‌های علمی به دست آمده و نتیجه‌های تدقیق ابیکتیوانه بسیار آریمان امکان می‌دهد که از یک طرف بعضی نظریه‌های بی اساسی در بالا توصیف شده را رد کنیم و از طرف دیگر یک قطار فکر و عقیده‌های کاملاً اعتماد بخش را قبول و اعتراف نماییم. همچنین مدرک‌هایی که سالهای آخر به دست آمده اند از جمله بازیافت‌های تازه باستانشناسان سویتی در آسیای میانه راهی بعضی خلاصه و تخمین‌های به حقیقت نزدیکتر را نیز می‌گشاید. فکری هنوز در هزاره 3 پیش از میلاد ساکنی هندوستان گردیدن آریایی‌ها و فرضیه‌ای به آنها تعلق داشتن مدنیت خرپا تماماً اساسی ندارند. نزدیکی بی واسطه زبانهای هندو آریایی و ایرانی عموماً به عائله زبانهای هندو اروپایی تعلق داشتن گروه زبانهای آریایی معلومات راجع به علاقه‌های دور و دراز و متصل اهل این زبانها و یک قطار ملاحظه های دیگر همه گونه تخمین و گمانهای خیلی پیشتر لااقل در اولهای هزاره 2 پیش از میلاد به هندوستان مسکن کردنی طایفه های ایرانی را از بین میبرد. آنچه عاید به مدنیت خرپا باشد و زاده عصرهای 24-23 پیش از میلاد یا میانه های هزاره 3 پیش از میلاد است. غیر از این چنان که مدرک های علمی باستانشناسی ثابت می نمایند، مدنیت خرپا در زمینه ترقیات مدنیت محلی قدیمتری که در نیمه اول و میانه های هزاره 3 پیش از میلاد در وادی هند و ناحیه های همسایه آن حکم فرما بود به وجود آمده است. خود همین هم دلیل آن است که آفرینندگان مدنیت خرپا به هاری پیش از آریایی هندوستان تعلق دارند. علاوه بر این از روی ملاحظه قانع کننده یک عده دانشمندان امروزه اهل مدنیت خرپا به زبان گروه دراویدی یا به زبانی به آن نزدیک گفتگو می کردند. ظاهراً اهالی پیش از آریایی وادی هند و نواحی همسایه آن به همین گروه داخل می شدند. این ادعا را تأثیر زیادی زبان دراویدها
به زبان آریایی های هندوستان که پدیده های آن را می توان در ریگوید هم مشاهده نمود، اینچنین یک سلسله دلیل و مدرک های دیگر به ثبوت می رسانند. در وقت حاضر خلق‌هایی که به زبان‌های گروه دراویدی گپ می‌زنند اساساً در ناحیه‌های جنوبتر هندوستان زندگانی می‌کنند. در ولایت‌هایی که در سمت غرب هند واقعاً در سرزمین کنونی پاکستان و ناحیه‌های همسایه جنوب افغانستان حالا هم قومی برگوی دراوید زبان باقی مانده است. در قرن‌های گذشته قوم‌های دراوید زبانی این محلها خیلی سرشمار بودند، ولی با مرور زمان تدریجاً با طایفه و خلقهای هندو آریایی و ایرانی آمیزش یافته با آنها یک شده رفتند. باید خاطر نشان کرد که به عقیده یک گروه عالمان سویتی که خط و آثار قدیمه مدنیت خرپا را با کمک تکنیکی محاسبه تحقیق می نمایند، از روی نتیجه های به دست آمده قضاوت کردن ممکن است که زبان این نوشتجات آریایی نبوده بلکه به زبان دراویدی نزدیک است و احتمال به همین گروه زبان در مرحله های قدیمتری آن تعلق داشته باشد. این قبیل تحقیقات در خارجه هم به عمل آورده می شود و جالب است که این محققان نیز راجع به زبان نوشتجات مدنیت خرپا همین یک نتیجه را می برآورند. در عین حال عقیده از آریایی ها برآمدن طایفه های هندو آریایی هم قابل قبول نبوده، معلومات و مدرک های عاید به زبان و مدنیت تقریباً میانه های هزاره دوی پیش از میلاد که در سرچشمه های آسیای پیش موجودند به این معنی دلالت نمی کنند. واقعا هم دیرتر یک قطار عالمان دلیل های زبانی و تاریخی را که به تصدیق این ادعا آورده می شدند رد کرده در نوبت خود اثبات نمودند که آریایی های آسیای پیش هیچگاه اجداد طایفه های آریانی هندوستان نبودند. همین طریقه دلیل های ارخئولوژی هم که گویا در عصرهای 12-11 پیش از میلاد طایفه های هند و آریایی از آسیای پیش به ماورای کوکز حرکت کرده باشند بی اساس برآمدند. آنچه عاید به نظریه با راه کوکز به ایران آمدن نیاگان میدی ها، فارس ها و دیگر ایرانیان غربی باشد، پس این نقطه نظر هم با وجود تا امروز یک قطار طرفدار داشتنش اساسناک دانسته نمی شود. به نظر ما درسترش این است که طایفه های ایرانی چی به ایران و چی به کشورهای دیگر از آسیای میانه رفتند، ولی از احتمال دور نیست که آنها نه فقط بی واسطه از آسیای میانه بلکه به واسطه کوکز هم گذشته باشند. ولی در این حالت باید به نظر داشت که ظاهراً ناحیه های اروپای جنوب شرقی که بعضی قبیله های غربی ایرانی از آنجا به ایران آمده اند می بایست دوام بی واسطه محل های ایرانی نشین شرقی از جمله آسیای میانه باشد. چون این تخمین کردن هم ممکن است که این گروه قبیله های غربی ایرانی اگر در واقع به واسطه کوکز گذشته باشند قبلا از طرف شرق به ناحیه های شمالی بحر کسپی آمده در اینجا سکونت اختیار کردند. این همان راه است که بعدتر سکیف ها به واسطه آن به سوی غرب حرکت نمودند. لیکن در هر صورت فکر و عقیده ای را که گویا طایفه های ایرانی به آسیای میانه از ایران آمده باشند همچون فکر و عقیده ای تماما نادرست باید از اعتبار ساقط کرد. دلیل های طرفداران این عقیده البته یگان اساسی ندارند. مدرک های واقعی شهادت می دهند که طایفه های ایرانی در آخر هزاره دو و یا در حدود هزاره دو یکی پیش از میلاد به ایران غربی هجرت نموده در عصرهای اولی هزاره یکی پیش از میلاد به طور وسیع در این سرزمین پهن گردیدند. اما
در آسیای میانه چنان که مدرک‌های تاریخی و زبانی و ارخئولوژی نشان می‌دهند، طایفه‌های ایرانی به هر حال الکی در نیمه دوم هزاره دو و ابتدای هزاره یک پیش از میلاد سکونت داشتند. اکثر خلق‌های امروزه ایرانی، فارس‌ها، افغان‌ها، کردها، بلوچی‌ها و غیرها در فلات ایران و سرزمین‌های همسایه شرقی و غربی آن زندگانی می‌کنند. ولی در هزاره دوی پیش از میلاد در ایران غربی خلق‌های میزیستند که به گروه‌های دیگری نژادی و زبانی، الامی‌ها، لوبوبی‌ها، کسیت‌ها و غیره تعلق داشتند. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در عصرهای اولی هزاره یک پیش از میلاد در ایران غربی که حادثات آن زمانه این سرزمین در آثار خطی تصویر یافتند، این گروه های نژادی تدریجاً موقع خود را به طایفه های ایرانی داده، بعدتر با آنها آمیزش پیدا کردند. در زمانهای قدیم محل پهنشوی زبانها و طایفه های ایرانی نظر به عصرهای میانه و دوره نو خیلی وسیع‌تر بود. و سرزمین پهناوری را از اروپای جنوب شرقی تا ترکستان شرقی و از نزد اورال تا جنوب ایران فرا می گرفت. سرچشمه های یونان قدیم از شرق به اروپای جنوب شرقی به محل های شمال کوکز و بحر سیاه حرکت کردن یک گروه قبیله های ایرانی زبان را شهادت می دهند. اینها سکیف‌های در عصرهای 9-8 پیش از میلاد آمده که بعدتر در حدود عصرهای 8-7 پیش از میلاد یک قسم آنها به واسطه کوکز به آسیای پیش گذشتند و همچنین طایفه های سرمت و علام بودند. اجداد یکی از خلقهای کنونی ایرانی نژاد اسیتین ها که حالا در کوکز زندگی می کنند محض طایفه های سرمتی بودند. این طایفه ها بر طبق شهادت منبع های خطی و مدرک های ارخئولوژی تا زمانی به سمت غرب حرکت کردن خود در محل های شمال بحر کاسپی، بحر ارال و ماورای اورال اقامت داشتند. همین طریق دلیل های تاریخی و ارخئولوژی با اروپای جنوبی شرقی از ناحیه های شرقتری والگا و اورال حرکت کردن طایفه های ایرانی را تصدیق می نمایند. ضمناً طایفه های ایرانی در این ناحیه ها قبل از آغاز هزاره یک پیش از میلاد سکونت داشتند. طایفه های ایرانی از جمله اجداد اهل زبان خوتن و سکایی که به توسط متن‌های باقی مانده شهرت پیدا نموده است و ترکستان شرقی فقط از آسیای میانه و یا ناحیه‌های همجوار قزاقستان می توانستند بیایند. در عصرهای 3-2 پیش از میلاد قسمت مهمی خاک ترکستان شرقی را طایفه‌های ایرانی اکثراً سکایی‌ها اشغال کرده بودند. منبع‌های خطی آن دوره‌ای راجع به این محل‌ها شهادت می‌دهند که طایفه‌های نامبرده در اینجا تا عصر 3 پیش از میلاد با همراهی دیگر طایفه هندو اروپایی تخاری‌ها اقامت داشتند و سپس از همین وقت سر کرده این سرزمین از طرف شمال و شرق مورد استیلای طایفه‌های ترک و مغول قرار گرفته است. در عصرهای 7-6 پیش از میلاد چنان که تذکر یافت سرتاسر آسیای میانه را کاملا خلقیت‌های ایرانی، باختری‌ها، خوارزمی‌ها، سغدی‌ها، گروه‌های سکایی و غیره اشغال می‌کردند. در اساس این خلقیت‌ها و قبل از همه باختری‌ها و سغدی‌ها در مرحله‌های اول عصر میانه خلق تاجیک
تشکل یافت. تا همین دوره طایفه های زراعتکاری ایرانی کیها در محل های معین مسکن گرفته ولایت های همنام خود را، چنانچه باختری ها باختر را، سغدی ها سغد را، خوارزمی ها خوارزم را، مرغیانی ها مرغیان را، آری ها آریا را که قد رودی هری سرزمین کنونی افغانستان را در بر گرفته مرکزش هرات بود، پارتی ها پارت را که قسمت شمالی آن در خاک ترکمنستان جنوبی و قسمت جنوبیش در ناحیه های سرحدی ایران واقع گردیده بود به وجود آوردند. ترقیات قبیله های بادیه نشین ایرانی از جمله سکایی ها چنان که متریال های ارخئولوژی گواهی می دهند، همچنین به دوره تا عصر 6 پیش از میلادی تاریخ آسیای میانه علاقمند است. متن‌های اوستا که قدیمترین قسمت‌های آنها عصرهای اولین هزاره یکی پیش از میلاد در آسیای میانه به وجود آمدند، خیلی بروقتر از عصرهای 7-6 پیش از میلاد در آسیای میانه اقامت داشتن طایفه های ایرانی را تصدیق می نمایند. در این آثار قدیمه ولایت های آن وقته آسیای میانه اینچنین بعضی ناحیه های هم حدودی آنها از جمله سوخت، مرغیان، خوارزم، آریا و غیره ذکر یافتند. اوستا همچنین خاطراتی را از کشوری نیم افسانوی ایریانم و جه فراخنای آریانا، محل قدیمه سکونت طایفه های ایرانی یا عموماً آریایی در خود محفوظ داشته است. یک عده دانشمندان از قبیل مارکوارت، بینیویست، کریستینسن، تالستوف و دیگران این کشوری نیم افسانوی را خوارزم دانستند. اما در اینجا نه خوارزم را که در اوستا با نام خود ذکر شده است، بلکه سرزمین پهناوری آسیای میانه و ولایت‌های هم حدود شمالی آن را در نظر داشتن درست‌تر و به حقیقت نزدیکتر می بود. شرقشناسی مشهوری روس اینسترانتسیف در وقتش چنین ملاحظه را به میان گذاشته بود و حالا هم بعضی عالمان سویتی این نقطه نظر را طرفداری می نمایند. معلومات و مدرک‌های عاید بر روابط متصل زبان‌های عموماً آریایی و پس ایرانی با زبان‌های فین و اوگاری که در علم جمع آورده شدند گواهی می‌دهند که محل‌های اقامت طایفه‌های آریایی و پس ایرانی مساحت بزرگی را در شمال تا منطقه بیشزار بین پوالژ و سیبیر غربی، یعنی تا جای‌هایی که امکان علاقه با فین و اوگاری‌ها موجود باشد در بر می‌گرفت. همچنین برابطه از دوره‌های تا آریایی باقی مانده طایفه‌های آریایی و شیوه‌های آنها با هند و اروپایی‌های دیگر اشارت می‌شود. از این چنین برمی آید که حدود محل‌های اقامتی طایفه‌های آریایی در شمال و غرب تا به دشت‌های اروپای جنوبی شرقی می‌رسیده است. شما گفتاری ششم را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقلov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی.